بعضی از آدما هیچ وقت ما رو به خاطر کاری که باهامون کردن نمیبخشن. خودشون یک بلایی سر ما آوردن، به ما آسیب زدن، در حق ما بدی کردن و حالا الان اونا شاکیان، اونا ما رو نمیبخشن. من واقعا حاضر نیستم وقتم رو تلف آدم‌هایی بکنم که خودشون آسیب میزنن و خودشون احساس قربانی بودن میکنن و خودشون تصمیم میگیرن که تو ظالم ماجرایی و خودشون هم تصمیم میگیرن که اون داستان رو برن برای همه تعریف کنن. دیگه از این متوهم ترم مگه میشه؟ نمیشه. من متاسفانه یا خوشبختانه توانایی این که بخوام توهمات آدم ها رو ازشون بگیرم ندارم. آدمایی که همیشه میخوان احساس قربانی بودن بکنن هم خیلی خطرناکن، هم دوزاریشون کلا نمیفته. این که اطرافیان ما هم میخوان چه چیز رو باور کنن به خودشون مربوطه، به من مربوط نیست. راحت باشین.